یکی خندانیدن شبکه های شیطانی است. مهنتی حلال حقیقت آدمو کار میکنن و حرام و دوستا دیده کارش حلال. موضوع نموشنی هم بیراتن ما موضوعی بلوکه موضوع موضوع بلوکه موضوع بیراتن همه رفتی کنم ولی سیمکانه که احمد جان یا میدیده مایا یا فول میدیده وقتی ما میدیده شست ما میدیده از بالای بخت از بالای بختی ما میدیده دستتون یک برو چونیش این هر دوش اینا احمد جان خب ببینیم صاف تمام تجاپلی تریترین جا красный синий голубой выбирай себе любой خدا من حاضر دیدم دختری ناز آینده‌تون بینی هویت ناز شما تعریف کردن که همین فوبی زور ادام میکنم خاطر تو بچه‌ها بگو چی درد دل داری درد دل ما همه کی اپا جان همین یک گل داشتیم چهار روز که گم شده این آینده وقت میاد مرا میدیده آینده وقت نه مشکل برات دست نکتون نده جمعونی که طور مردم در لغت عربی ضحکه میگه چیزای دروغ و ناروا و نادرست جمع میکنه صرف به خاطر که مردم بخنده حالی امروز این دنیا در حد رسیده که مردمای رشید و عاقل و با ثبات وجود نداره دور از مسلمانای واقعی و متدین و باهوش و با عقل. امو شبکه زیاد تعقیب میشه بیننده زیاد داره که امی کارا را نشر میکنه. امروز خود دنیای فساد است، دنیای فحاشی است. هر شبکه که از هان مردم تغییر بده، منحرف بسازه، از آخرت غافل بسازه یا را به فحاشی و عیاشی به مادیات پرستی و عیش پرستی دنیا تشویق میکنه، مردم امو شبکه ها را دوست داره. خود روز قیامت هم المرء مع من احبه، شخص همراه کسی حشر میشه که قطعی از او محبت داره. این مردمایی که قطعی طور مردم محبت داره او را میگیره، او را رشد میده، او را تمجید میکنه، روز قیامت با می فاسقا با می فجار خلق میشه. شان مومن یک لحظه خود امو طور تیر نمیکنه، یک لحظه عمرش پیشش خیلی اهمیت و قیمت داره. والذین هم عن اللغو معرضون. الله کی صفات کامل مؤمنا را بیان میکنه، مؤمنای مفلحه، مؤمنای رستگاره. یک صفتش است که از امور لغو و بیهوده بیفایده اجتناب داره. از این که بیهودگی چی باشه که ها 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 ده هر مرتبه خنده بکن. خو لیکن مردمی را برای خود کسب جور کرده، پیسه میگیره سرش. خو من میدونم که امی شخص نخواد که وعیدات شنیده باشه و یک روز در مجلس دین نشسته باشه، آگاهی از آخرت داشته باشه. این نمون مردم است. از پدر و مادر تولد شده، در بازار رفته، اختلاط مرد و زن است و نموتور کلان شده، یک روز نه در تقریر جمعه رفته در کدام مسجد و نه کدام آیت و حدیثی پیغمبر شنیده، آیت قرآن یا حدیث پیغمبر شنیده. خلاص یک زندگی نعوذ بالله لا ابالی بی مسئولیت. امروز وطن ما به مو سرحد است. امی طور مردم ما داریم